قلبا سپاسگزاری میکنم از هانیه جان، تشکری میکنم از همراهی شما عزیزان تا این دم که برنامه خودتان بامداد خوش بیننده هستین. در لحظات پایانی برنامه در خدمت شما هستیم. چه مهمان نازنین و گرامی را دعوت کردیم، آقای توکل خان قلمیار. تخلصشون هم خیلی جالب است. قلمیار به اولین بار است که من میشنوم. و امروز قرار است در مورد درونی که ساختن صحبت بکنیم و ان شاء الله از اینا بیشتر میشنویم که چه انگیزه باعث شد ایرا بسازن، چقدر مصارف کردن و آیا پرواز میکنه یا خیر. شما حتما در این بخش بیننده باشین. قلمیار صاحب عزیز خوش آمدین. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. سلام تقدیم میکنم خدمت شما، همکارای بخش تکنیک شما و همچنان بیننده ها و علاقمندان برنامه بامداد خوش. امیدوار هستم که از صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشید. خدا رو شکر ما که صبح بخیر آغاز کردیم. شما بخیر آغاز کردین صبح؟ خوب بود بله. با اینکه با شما هستم بیخی خوب. سلامت باشین. ما قلبا از حضور شما خوشحال هستیم که یک جوان توانایی رو میبینیم که به خاطر کشور خودش زحمت میکشه. مطمئنا هر کدام ما قلبا خوشحال میشیم و روی لبهای ما خنده میاد. توکل خان عزیز، از چه زمان کار ای درون آغاز کردی؟ خب قسمی که شما میفهمین هر جوان بعد از اینکه دوره فراغت خود از پانتون بگذرانه یا دوره لیسانس به پایان برسانه، بله. این محصل باید یک مونوگراف بنویسه. باز در کامپیوتر ساینس دو نوع مونوگراف داریم. یکی مونوگراف پروژکت بیس است که شما یک پروژه کار میکنید مثل ازی یا ربات یا هر چیز دیگه در وقتی که شخص توانایی داشته باشه. و یکی ریسرچ بیس است که در مورد یک موضوع تحقیق میکنید. مثلا موضوع تاثیر آموزش آنلاین بالای دختران، در این مورد تحقیق میکنید، یک نوشته میکنید. باز من وقت فارغ میشدم تقریبا 2 ماه یا کمتر از 2 ماه میشه که فارغ شدم از پند. بسیار خوب، مبارک باشن. زنده باشین. تشکر. باز فکر کردم که بیا از تحقیق ریسرچ برم به پروژکت بیس یک چیزی بسازم که بهتر و برای مردم افغانستان، برای جامعه لازم است و باید در جامعه قسم وسایل که ضرورت است ساخته شود. چقدر فکر که توکل خان عزیز تا به ذهنت آمد که درون بسازی؟ خب واقعیتش که بگوییم اصل مفکوره از این از یک فیلم هندی که یک پهپاد میسازه به شکل یک پرنده. فکر کنم فیلم تایگر است، شما شاید دیده باشید. بله. دو دیدم. باز خودم فکر کردم که آیا من میتونم این قسم یک چیزی بسازم. بعد از اون تحقیقات شروع کردم در مورد جمع‌آوری پرزجاتش که چی نیاز است، چه قسم ساخته شود و خوشبختانه اکثریت پرزجاتش در افغانستان پیدا شد. و بعضی دوستا میگه که اگر میتونی پکیج خودت بساز یا مثلا موتورش، این خو وسایل است از تکنولوژی است که میتونی به یک نحوی دیگه استفاده کنی، ربات بسازی، موترک بسازی، یک چیز دیگه. باز وسایل جمع آوری کردم، بالاخره میره کانفیگریشن کردم، توسط کامپیوتر پروگرام کردم، دیدم کار کرد و یک چیز شد. بسیار خوب. مطمئنم که یک دستاورد خیلی بزرگ است. چه کسایی حمایتت کردن دقیقاً توکل خان عزیز؟ واقعیتش در بخش مالی خب تنها خودم بودم، یک دوست دیگه ما بود و در بخش از اینکه کسی مرا تشویق بکنه از طرف بزرگا متاسفانه کسی نبود. تا جای خیلی بالا، حتی تا وزارت هم رفتیم، ولی به جوانا میگم که منتظر تشویق دیگران نباشی، همیشه خودتان یک کار پیش ببرین، خودتان خود تشویق بکنین. ببینید امروز شما را میلیون‌ها بیننده برنامه بامداد خوش میبینه. قسمی که ما بالای شما افتخار میکنم، مطمئنا که کل وطندارای ما بالای شما افتخار میکنه. یک دستاورد خیلی بزرگ است. توکل خان عزیز، اگر خودت موافق باشی به ما به جزئیات یک معرفی بکو این درونه و ان شاء الله یک پروازشون بده. ان شاء الله. خب بفرمایید ابتدا از کجا آغاز کنیم؟ از موتورش آغاز کنیم؟ بله. این خب پهپاد است که را کوادکاپتر میگه. بله. باز در بین از یا بفرمایید هگزاکوپتر و اکتاکاپتر می باشه که 6 بال و 8 بال می داشته باشه، به خاطر برداشتن وزنهای سنگین‌تر استفاده میشه. این قسمت از خاطر اسفنج استفاده کردین که سبکتر شود. بله، یکی سبکتر شود، دوم کسی که را بلند میکنه ریموت پایلوت میگه. زیاد تمرین نکردم، ریموت پایلوت خوبی نیستم، گفتم اگه میخوره در زمین یک جمپن خوبیش است. بسیار خوب. 4 دانه پروپلر یا پکه استفاده شده، یک دانه 4 دانه موتور و همچنان یک تا فلایت کنترلر استفاده شده. اینا فلایت کنترلر میگه که یعنی به خاطر پروازش باز توسط امی ریموت کنترل بله میشه. و این هم سیگنال ریسیور است که سیگنال از طریق ریموت دریافت میکنه. بسیار خوب. این موتور از چی هست که استفاده کردید این پهپاد؟ این موتور بله. این برای اهداف مختلف استفاده میشه، حتی برای درونایی که بال ثابت داره به این شکل. خب یعنی مشخص نیست به خاطر تنها به خاطر زمین بله باشه. مشخص نیست، ولی من باز خواست میره به خاطر بسازم مصارفش از او پهپادایی که به شکل جیت است بیشتر شد. به خاطر از این ساختم، گفتم یک توانایی های زیاد است، بسیار ویژگی های خاص داره. بسیار خوب. دومی وزن ور میداره.
مثلا اینجا جی پی اس استفاده کردیم که اگر ارتباطش با ریموت قطع شود یا ریموت از دست بفته مثلا بالتیش برآمد خاموش شد خب باز میره. باز از طریق ازمی جی پی اس میتونه که ارتباط قطع شد خودش بس از جایی که پرواز کرده تا چند متر حرکت میتونه؟ تا کنترلش میتونی؟ 1.5 کیلومتر 2 کیلومتر خودم چک کردیم در قریه. ویدیوش در رسانه‌های اجتماعی است، دوستا شاید دیده باشن. ولی تا 10 کیلومتر هم میره به شرطی که ریموت و سیگنال ریسیورش کمی قیمت‌تر شد که متاسفانه من نتونستم تهیه بکنم. خب چقدر مصرف کردین تا فعلا بالای تقریبا خان عزیز؟ بیشتر از 37000 40000 37000 40000 افغانی. و یک تا کامera استفاده کنیم که میشه تصویر زنده بگیریم و همچنان میشه عکس بسیار بگیریم. خوب. دوستای عزیز اگر شما موافق باشین همین قسمت پرواز بتیم. آریا صاحب عزیز موافق هستین؟ بفرمایید توکل خان عزیز قسمت شما. خب کدام سویچ داره ابتدا که بله از وصلش کنین؟ قسمت روشن میکنیم. خب خب یک ذره شمال زیاد تولید میکنه بالای قالین میمانیم که کنج قالین بلند نشه. خب بعد از این کامپیوتر هم نیاز میشه به خاطر که تصویرش بگیریم ولی کامپیوتر داخل نماندن. خب خیلی باشه. میگفتن شاید لایق باشه شبکه ما رو هک نکنه در حال که اینطوری نیست. خواهش میکنیم بفرمایید شما. نداریم. خیره به شکل وصل میکنیم این وصل شد. فعلا دیگه روشن شد. بله روشن شد. واه واه. یا پروازش باز که بیرون میدان باشه بیخی زیاد میره. بیشتر پرواز میکنه و میتونه فاصله دیرتر را طی بکنه. بله چقدر جالب است. شما میتونین پس دوباره طرف بیارینش؟ بله بلندش کنین توکل خان عزیز.